کردن این پیتزا باید نون ساندویچی رو با وردنه خیلی کامل صاف و تختش میکنیم. بعد سس رو روی نون کامل پخش میکنیم. من برای طعم بهترش از سس تندم استفاده کردم یکم. کامل پخشش میکنیم. بعد برای موادش فلفل دلمه‌ای، قارچ، ژامبون، من خیارشورم استفاده کردم و ذرت. همه رو ریز خورد میکنیم و به این صورت روی نون اضافه میکنیم. و در آخر پنیر پیتزاش رو میزنیم و توی دمای 180 درجه تقریبا 15 دقیقه میذاریم توی فرن. و در نهایت این